بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در حلقه گذشته دیدیم که چگونه قریش پیامبر و قبیله پیامبر را تحریم کرد، تحریم اقتصادی کرد و بعد از اون درباره اون پیشنهادی که عتبه با پیامبر کرد و پیامبر را تهدید کردنش در یک وقت هم پیشکش کرد، بعضی چیزها رو هم پیامبر تهدید کرد. حلقه امروزه باشه درباره عام الحزن است. عام الحزن این یعنی سالی که وفات ابو طالب است و وفات مادرمان خدیجه رضی الله تعالی عنها است. گرچند که اکثر علما میگن که سبب عام الحزن بودنش این اون است که بعد وفات ابو طالب همه درهای دعوت بسته شد، پیامبر غمگین شدن، نمیتونستن که مردم رو دیگر دعوت کنند، یا اینکه بسیار بلوش و شکنجه زیاد اومد و خیلی فعالیت پیامبر در این راه محدود شد. بنابراین عام الحزن گذاشتن. شروع میکنیم از مرگ ابو طالب. حدیث در بخاری آمده است، میگن که وقتی ابو طالب در بستر مرگ قرار داشت، پیامبر شنیدند و آمدند و وقتی آمدند در نزد ابو طالب ابو جهل لعین و همراهش عبدالله ابن امیه بود. پیامبر یعنی که یک گویی که در بستر مرگ ابو طالب نیز یک مبارزه میرفت، مبارزه برای انسان یا از دوزخ نجات دادن یا به دوزخ تیله کردن. پیامبر علیه السلام میگفتن که یا عمی قل کلمتا احاج لك بها عند الله، اما یک کلمه از شما خواهانم اگر اون رو گفتید در نزد خدا من حجت میارم اون را و انشالله شما رو از آتش دوزخ خلاص میکنید. اما اون طرف ابو جهل لعین و عبدالله ابن امیه اونها که بسیارتر ابو طالب دوست نمی داشتند، لیکن فقط برای اون که ابو طالب به همون عرف و عادت های قبیله ارجگذاری دارد اومده گفتن که به رنگ شیطان انسی گفتن اترغب عن ملت ابی طالب عبد المطلب، اترغب عن ملت عبد المطلب، تو دم مرگت آمده از ملت عبد المطلب دست میکشی؟ هی ابو طالب تو در دم مرگ از دین عبد المطلب دست کشیدنی هستی. از یک طرف پیامبر علیه السلام میگن که قل لا اله الا الله کلمتا احاج لك بها عند الله. از یک طرف شیطانای انسی آمدن میگن که نخواد تو دین پدرت در آخر عمرت از دست دهی، رها کنی. راوی حدیث میگه که آخرین کلمه که ابو طالب گفت این هو على دین عبد المطلب، یعنی که هو على ملت عبد المطلب، هو على ملت عبد المطلب، یعنی که او خودش رو در نظر دارد در ملت و دین عبد المطلب است. در بعضی روایت دیگه آمده است که وقتی پیامبر ابو طالب ترغیب به گفتن این کلمه میکردن، ابو طالب میگه که اگر همین خوف عور نمی بود و خوف عور و عوریت نمی بود من این کلمه رو میگفتم، لیکن مردم بعد من نگن که ابو طالب از مرگ ترسید و بعد همین کلمه رو نطق کرد. ببینید دوستان عزیز، یک دقیقه موضوعی که تحلیل میخواد. ابو طالب یک مردی است که از روز اول با پیامبر ایستاد، پیامبر حمایه کرد، پیامبر زیر قنات خود گرفت و هر باری که پیامبر دعوت میکردن ابو طالب نمیگذاشت که کسی پیش روی پیامبر رو گیرد. بنابر بودن ابو طالب و یک که افطریتیتی که ابو طالب داشت، قریشا نمیتونستن که بالی پیامبر هر نمود شکنجه‌ای که خواهم بالی پیامبر استفاده برن. و ابو طالب در بعض شعرهایش آمده است که میگه که من میدونم که دین محمد دین حق است، دین محمد بهترین دین است، لیکن اگر همین آوری آن نمیشد که مردم گویند که ابو طالب دین جینی خودش قبول کرده است یا ابو طالب این دینی غیر دین عبدالمطلب قبول کرده است، من این چیزا قبول میکردم میگه. و خدمت های زیاد کرد. پیامبرم میدونستن در 3 سال در همون شیب ابو طالب ایستادگی کرد برای خاطر پیامبر به اونا نسپارد، چون که شرط اونها این بود که پیامبر مسپاره یا اینکه همه شما یعنی قبیله بنی هاشم و بنی مطلب و مسلمانان در اونجا عذاب میکشه. یعنی 3 سال کافر بود لیکن ایستادگی کرد فقط برای اینکه همون عرف و عادت قبیله خودش را نگه دارد و پیامبر را به اونها نسپارد. لیکن همه این شفاعت نکرد برای ابو طالب. یعنی که انسان اگر در کفر باشد و عمل صالح کنه برای فایده ندارد، چون که شرط قبول عمل در نزد الله تعالی این گفتن کلمه لا اله الا الله، یعنی که مسلمان شدن است. وقتی که ابو طالب وقتی وفاتش هو علی دین عبد المطلب گفت وفات کرد، پیامبر علیه السلام گفتن که لا استغفرن لك ما لم انه عنه، من در حق تو استغفار میکنم تا اون زمانی که خدا مرا نهی نکند، یعنی مادام خدا نهی نکند من در حق تو استغفار میکنم. ببینید چه خیلی پیامبر و انسانی با وفا بودن، قدر اون خدمتایی که ابو طالب برای پیامبر برای حمایت پیامبر کرده بود میدونستن. با الله تعالی گفت
آیات نازل کرد گفت که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. برای پیامبر و برای آنانی که ایمان آوردن سزاوار نیست که برای انسانایی که مسلمان نیستن استغفار کنن. برای مشرک ها استغفار گفتنشون سزاوار نیست، خصوصا بعد اون که برای اونها بیان کرده شد که اونها از اصحاب جحیم هستند، از انسانایی که در جحیم یعنی طبقه دوزخ هستند. یعنی جحیم این بسیار خطرناک است برای انسانی که هم اینقدر مهنت کرد برای دفاع از پیامبر، برای دفاع از دین اسلام گویم بشود، چون که پیامبر یعنی که تجسم کننده دین اسلام بودن و ابو طالب با وجود مشرک بودنش دفاع میکرد، اما آخر کارش جحیم شد. چرا؟ چون که همون یک کلمه رو نخواست که نطق کنند، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد الله تعالی با پیامبر علیه السلام آیات نازل کرد و گفت انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. گفت که ای پیامبر هر کسی رو که تو دوست داشتی هدایت کرده نمیتونی، بلکه الله تعالی است که هدایت میکنه انسان ها رو. یعنی اینجا منظور از آیات این است که هدایت دلالت درست هدایت دلالت تو میکنی، انسان ها رو دلالت به راه نیک تو میکنی، راهنمایی میکنی، اما هدایت توفیق و هدایت حقیقی در دست من است. الله تعالی کسی رو که خواهد برای آنها هدایت عطا میفرماید. بعضی علما حرکت کردن که از همین ایمان آوردن ابو طالب نیز بعضی حکمت ها رو بیرون کشن. دوستای عزیز میگن که یکی از حکمتاش این است که اگر ابو طالب مسلمان میشد، ابو طالب هم اونها میزدن، شکنجه میکردن، به ابرو میکردن و احتمال است که میکشتند. به دلیل اون که وقتی که پیامبر علیه السلام بعد از مرگ ابو طالب زیر حمایه مطعم بن عدی در آمدن، وقتی مطعم با همراه فرزنداش شمشیرش روش کرده آمدند و اطراف کعبه گفتن که محمد زیر حمایه ما هست، ابو جهل لعین بود دویده رفت ببینید چه خیلی در همون باطل خودش یک انسانی فدایی بود، در باطلش فدایی بود. آمد و گفت اموجیر و نم مطیع، گفت تو این اجاره گرفتی یعنی که زیر حمایه خودت گرفتی یعنی که پیروی کردی محمد. وقتی این گفت که من اجاره گرفتم طبق همین عادت‌های شرکی خود شما، بعد ابو جهل لعین بعد کمتر آرام شد، چون که اگر اونجا میگفت که من اگر پیرو بودم ابو جهل میگفت که ما تو هم نابود میکنیم، این ادمه که زیر حمایه خودت گرفتم اونم نابود میکنم. اما همون کلمه که خودش به همون کلمه خودش نجات داد. بنابراین از این قصه معلوم میشه که اگر ابو طالب هم ایمان خودش آشکار میکرد یا من مسلمان میگفت، آشکارا اسلام رو قبول میکرد، ابو طالب مورد شکنجه قرار میگرفت. یا حکمت دیگر داشتن که اگر ابو طالب اسلام می آورد احتمال بود که مردم این دین اولوی دارند، یعنی که یک عمک همراه جین خودش مصلحت کردن یک دین بردن تا اینکه بالای مردم حاکمیت کنن، تا اینکه مردم تمامی که جنبه‌های حیات خودشون زیر نظر گیرن و تهمتی چی میشد اینها میخوان که اولوی همه چی رو در زیر نظارت خود گیرن و حکمت الهی اقتضا کرد که ابو طالب به ایمان از اون نرود. بعد از وفات ابو طالب مادر ما خدیجه وفات کردن. بعضی گفتن که این خدیجه پیشتر و بعد ابو طالب، بعضی گفتن که نه ابو طالب اول مرد بعد خدیجه مرد، بینشون چند روز وقت است. بعضی گفتن که 1 ماه و 5 روز است بین فرق بین مرگ این دو نفر. خدیجه هم یک انسانی بود که پیامبر علیه السلام در حقش گفتن که این خدیجه بهترین زن است، خدیجه بهترین زن دنیا است. از اون 4 زنی که پیامبر معرفی کردن یکیش خدیجه بود. پیامبر گفتن که مریم، آسیه، فاطمه و خدیجه بهترین زنهای دنیا هستند و خدیجه زنی است که الله تعالی برای وی سلام فرستاد وقتی جبرئیل خانه پیامبر آمده بود و خدیجه برای پیامبر طعام می‌دار آورد، حال نادار آورده، جبرئیل امین گفت که محمد خدیجه آمده این صورت در دستش طعام است، برای خدیجه از نام من و از نام الله تعالی سلام کن. تصور کنید برای بنده، برای زن الله تعالی از آسمان سلام میفرستد و جبرئیل امین برای اون زن نیز سلام میفرستد. بعد از اون بشارت میدهد به جنت و خانه های زیبا و قصر و کشک های خیلی زیبا منظره. در حیات خودش علیه خدیجه به جنت بشارت داده شده بود. پیامبر علیه السلام وقتی که بعضی زنهاشون رشک میکردن نسبت خدیجه، گرچه که خدیجه وفات کرده بود، اما بعضی زنهایی که نام خدیجه رو میشوندن رشکشون میومد. پیامبر علیه السلام گفتن که خدیجه یک زنی بود که وقتی که مردم ما رو دروغگو میگفتن او ما رو راستگو میگفت. وقتی که مردم به من کافر شدن وای به من ایمان آورد. وقتی که مردم مال و دارایی خود را از من دریغ می‌داشتند خدیجه تمام مال و داراییش برای من بخشید.
برای راه دعوت من بخشید. پیامبر نسبت خدیجه خیلی وفادار بودن. بعد وفات این دو نفر بالای پیامبر خیلی بازینه اومد. این خود یک مصیبت بود. غیر از این مصیبت دیگر اینکه درهای دعوت بسته شد. چون بعد از ابوطالب یکم بار قریش توانست که بالای پیامبر شکنجه علنی بیارد. پیامبر تا در روایت اومده است که در سیر ابن هشام در آمدن خانه‌اش بالی سرش خاک ریختن. یعنی اینجا میخواستن اعلان کنن که خلاص دیگر اون شخصی که تو رو حمایت میکرد وفات کرد، دیگر تو یگان مسئولیت نداری، تو رو میتونیم در به هر حال و در هر زمان در هر کجا میتونیم که تو رو زیر شکنجه قرار دهیم. بعد اون که این حالات ها رخ داد، بعد اون که درهای دعوت بسته شد، یعنی انسان دعوتچی وقتی دید که در دعوت بسته شده است نباید که اینجا نشیند، حرکت کند. وقتی که در اون قومی که خودش اونجا زندگی میکند، وقتی که نتونست که فعالیت برد، حرکت میکنه یک جایی رو کشف کند، یک جایی رو که میتوند که فعالیت برد اونجا. بنابراین پیامبر علیه السلام نقشه هجرت طائف را کشیدند. پیامبر چرا طائف را انتخاب کردند؟ چون که طائف ویژگی ها داشت. یکی از ویژگی های طائف این است که یکی از دو شهرهای بزرگ در منطقه نیم جزیره عرب بود. در آیتی که اومده است در قرآن و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، و اونها مشرکا گفتن که کاش که همین قرآن و به دو مرد از این دو دهکده اون که از این شهری بزرگ نازل میشد، یعنی مکه و طائف. یعنی که طائف یکی از شهرهای بزرگ بود. دیوشین طائف در مسئله دینی با مکه میتونم که یک همرکابی، یک منافسه داشت، بیناشون یک کنکورنسی بود. چون که مکه اگر دیگر خداها رو در خود داشته باشد، طائف خدای مشرکا لات رو در بر خود داشت. بنابراین بین اونها، یعنی ما از شما بهتریم، ما از شما اولاتریم، یک نمود کنکورنسی وجود داشت. بعد از اون طائف به مکه خیلی نزدیک بود که برای پیامبر امکانی فعالیت در دو منطقه رو میداد. یک ویژگی دیگری طائف این بود که طائف استراحتگاه تابستانی اهل مکه بود. یعنی ببینید مردم از قدیم این نمود استراحت ها رو داشتن. این بعضی فکر میکنن که فقط این چیزها در همین عصرهای ما پیدا شده است، اما در اون زمان نیز اهل مکه در 90 کیلومتر یا 100 کیلومتر از خود دورتر باغ و راههای خود رو داشتن در طائف. البته یک اریستوکرات و بایاش، اون بایها اونجا برای خود جای استراحت داشتن و تابستان اونجا میرفتن، از گرمی مکه اونجا پناه میبردن. و همه این ویژگی ها رو پیامبر آموختند و رختی سفر بستن به سوی طائف. اما وقتی برآمدنشون پیامبر بازم احتیاط رو از دست ندادن. یعنی که همراه خودشون راحله نگرفت، مرکب نگرفت، نه شتر گرفتن، نه خر، نه هیچی، و خودشون پیاده برآمدن و همراهشون فقط یک غلام زید رو گرفتن. این هم یک میتونم گفت که تکتیک پیامبر علیه السلام بود که اگر همراه خودشون ابوبکر و عمر میگرفتن، شاید نظر مردم جلب میکرد به سوی پیامبر که اینو کجا رفته ایستاده باشن، یا اینکه اگر مرکب سوار میبرندن این چنین شاید مشکلی ایجاد میشد. بنابراین پیامبر تنها با غلامشون زید که اون وقت برای اونها چیز عادی بود، گفتن خیر محمد با غلامش کجای رفته ایستاده است پیاده. هدف از طائف اومدن یعنی که دعوت کردن اهل طائف بود. دیگه از اونها کمک و نصرت طلب کردن. پیامبر اومدن. البته انسان وقتی که حمایت میخواهد، یک از انسان حمایت میخواهد که انسانی با نفوذ باشد، با اعتبار باشد، در قوم خودش که پش گذرا باشد. پیامبر اومدن نزد 3 نفر از فرزندای عمرو که از یکی از بزرگای همون قوم طائف بود. یکیش نامش عبدیالیل بود، یکی دیگرش نامش حبیب، یکی دیگرش نامش مسعود. و نزد اونها اسلام عرض کردن، اسلام پیشکش کردن، اونها رو به اسلام دعوت کردن. و اونها انسانای خیلی بدبختی بودن، انسانایی بودن که بی آداب، بی انتظام، بی ترتیب. یکیش گفت که اگر گفت همین خدا تو رو پیامبر فرستاده باشد، من همون کسوه کعبه رو گفت پارا پاروی تیکه تیکه میکنم. یکی دیگرش گفت که اگر خدا تو رو پیامبر فرستاده باشد، من با تو گم نمیزنم. چون که اگر خدا با تو گم زده باشد، تو بسیار آدم خطرناک هستی. اگر خدا گم نزده باشد، دروغ دعوا کردی، تو انسان دروغچی هستی. بنابراین با تو نمیخوام که معامله کنم. دیگرش گفت که دیگه آدم نبود که خدا تو رو پیامبر فرستاده است. یعنی همین 3 برادر 3 رد بسیار دغل و خشین و بی آداب و بی انتظامانه با پیامبر کردن. پیامبر گفتن که خب مایل شما قبول نکردید، لیکن از شما یک خواهش دارم. شما نباید که این آمدن من به طائف و دعوت کردن شما و از کمک خواستنم از شما رو به کسی گویید، یعنی که نگویید. این چیز بین ما و بین شما سر ماند.
البته انسانی کافری که اینجا دیگر نه شهامت داره نه مرد داره، بر اونها این چیزا که قدری نداشت و اونها البته همونجا آوازه کردن این چیزا. یعنی پیامبر سبب خوفشون این بود که میترسیدن که اگر این چیز، یعنی که پیامبر آمده از اهل طائف نصرت طلب کردن و یاری طلب کردنشون در دین و آشکار میشد، احتمال بود که در مکه پیامبر علیه السلام را به جاسوسی به نفع یک دولت خارجی متهم میکردن و میگفتن که شما به دولت خارجی کمک یا اینکه از خارجی کمک گرفته شدید و با این میخواهید که ساختاری گویم که نظام دولتداری مکه را از بین برید. بنابراین پیامبر خواستن که اونها این سر نگاه دارن، اما اونها به همونجا فوش کردن. نه تنها فوش کردن بلکه کودک و دیوانه و کجلک و بوجلک که همون طایف جمع کردن، یک راهرو ساختن، یک کریدور ساختن تا اینکه پیامبر زنن. پیامبر از اون کریدور میگذاشتن، تصور کنید میگذاشتن همراه زید بن حارثه و اونها با پیامبر سنگ میپرفتن. زید بیچاره حرکت میکرد، پیامبر از پیامبر دفاع کنه، خدا شرط میخواد، خدا سنگ میخورد، آیه طرف پیامبر سنگ میخوردن و در روایت اومده است که پیامبر علیه السلام تا از سنگ خوردن به زمین میافتادن. اون مشرکای بدبخت، همون نورسای بی عقل اونها پیامبر از دستشون میگرفتن، میبرشن راست میکردن، بم میزدن پیامبر. همین طرز پیامبر به همین شکل به همین عذاب و به شکنجه گریزان از همون کریدور اونها به یک باغ در آمدن که اون باغ از باغ عتبه و شیبه پسرای ربیعه بود. این عتبه همون جنایتکاری شانتاژیستی تهدیدکاری بود که پیامبر تهدید کرده بود که اگر تو پیشکش اون چیزی که ما با تو پیشکش میکنم قبول نکنی، ما با تو فلان کارها رو میکنیم. و تو اومدن باغ در آمدند و اونجا دیگر یک حالتی بود که پیامبر حالتشون یک حالتی بسیار غم انگیز بود. از بدنشون خون میرفت، سرورشون کفیدگی بود. زید بن حارثه همین به همین شکل بود و پیامبر علیه السلام دست برداشتن و دعا کردن. دعایی است که بسیار دعای مشهور و دعای بسیار غم انگیز و یک دعای انسانی که دلش رش شده است از این مشکلی هایی که در اونجا دید، از این مشکلی هایی که در راه دعوت دید. پیامبر علیه السلام در دست میبردند و اونجا میگویند اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس. ما به ترجمه تاجیکش اکتفا میکنیم تا اینکه فایده عامتر شود. دوستان عزیز، پیامبر میگویند پروردگارا، از کم شدن تاب و توانم و بسته شدن راه چاره در برابرم و خفت و خواریم در نزد مردم به تو شکایت میبرم. ای مهربانترین مهربانها، تو خدای مستضعفان هستی، تو خدای منی، مرا به کی وامی گذاری؟ به بیگانه ای که با ترشرویی برخورد میکند یا به دشمنی که زمام کار را در دست او قرار داده ای؟ اگر بر من خشم نگرفته باشی پروایی ندارم، باکی ندارم، لکن آسایش و آرامی که تو بدهی بر من گواراتر است. پناه میبرم به نور روی تو که هر تاریکی و ظلمات در برابر آن رخت میبندد و همه کار دنیا و آخرت را اصلاح میکند. از اینکه خشم تو بر من فرود آید یا ناخوشی حالی مرا فرا گیرد، هر قدر خواهی مرا عتاب نما تا سرانجام از من خوشنود گردی. هیچ کس را جز تو توان و نیروی نیست مگر از جانب تو. یعنی ببینید دوستان عزیز، چه عباره ها، چه جمله های دل رو رشک کننده است. یعنی پیامبر میگه که ما فقط برای من رضاگی تو لازم است، من پروا ندارم اگر تو به من خشم نداشته باشی. یعنی این چیزهایی که بالای من آمد، این مصیبت هایی که بالای من آمد، اگر تو به سبب خشمت بالای من نآورده باشی، من پروا ندارم، فقط برای من رضای تو لازم است، رضاگی تو لازم است ای الله تعالی. این حال رو عتبه و شیبه از دور میدیدند و به غلامی که عداس نام داشت گفتن که یک شنگل انگور دادن، گفتن بر همون شنگل برای محمد ده. یعنی بوجدون که کافر بودن، چی بودن، شاید در اونجا کمتر حالت پیامبر، حالت جسمی و پیامبر روحی پیامبر به اعتبار گرفته، یک شنگل انگور فرستادن. عداس هم رفت اومد شنگل پیش پیامبر گذاشت که پیامبر بسم الله گفته سر کرد. وقتی که بسم الله گفتن اون مرد گفت، من گفت نوشون داشتم که اینجا خیلی نام ها رو به زبان بیارن. پیامبر گفتن که نامت چی است؟ گفت نامم عداس است. از کجا هستی؟ ببین پیامبر علیه السلام انسان دعوتچی باید چه خیلی باشه، یعنی که اولین به انسانی که واخر حرکت میکنه چی با اون
با مناسبت دارد، از او یک چیز گیرد، از با او یک چیز عطا کند، سخن کند، دعوت کند. گفتن کجایی هستی؟ گفت من از نینوا هستم، نصرانی هستم. پیامبر گفتن که کجایی هستی و دینت چیست؟ گفت من از نینوا هستم، دینم دین نصرانیت است. پیامبر وقتی این سخن را شنیدن گفتن که ها نینوا این شهری برادرم یونس ابن متی هست. و گفت تو یونس هست کجا میدونی؟ پیامبر گفتن که یونس برادری من است. خیلی که یونس نبی هست، من نیز نبی هستم. میگه که همونجا عداس پای پیامبر دستی پیامبر سر روی پیامبر رو بوسید و با پیامبر ایمان آورد. عتبه شیبه وقتی این رو دیدن باز از خود رفتن، باز گفتن که دید این محمد همین غلام هم گفتن برای ما فاسد، این غلام ما رو ویران کرد در یک روبرو شوی. و پیامبر هم دیگر اونجا ایستاده نشدن چون که خطر بود. پیامبر از اونجا برآمده روانه شدن به سوی مکه و در حدیث اومده است که پیامبر علیه السلام میگن که فانطلقت و انا مهموم، من از اونجا برآمدم غم زده هستم، غصه زده. فلم استفق الا فی قرن الثعالب، یعنی من از طائف برآمدم در فکرم، در اندیشم غم زده هستم، غمگینم. یکی هوشیار شدم که در قرن الثعالب هستم. قرن الثعالب تقریبا از طائف 30-40 کیلومتر بیرون است. همونجا هوشیار شدم، سرم برشم که بالی من ابر سایه دارد. دیدم که در آن جبرائیل است. جبرائیل بر من سلام کرد و گفت برای تو خداوند فرشته ای که موکل به کوه ها هست فرستاد. یعنی وظیفه اون فرشته کوه ها رو اداره کردن است. فرستاد هر چی میخوای از او بخواه. بعد میگم فرشته کوه پیدا شد نزد اومد گفت ای محمد اگر خواهی بالی اهل مکه همین کوه رو چپه میکنم، هم برای طائف هم برای مکگی ها. ببین پیامبر بی تردد بدون اون که فکر کنن، بدون که اندیشه کنن گفتن که نه، امید دارم که از نسل اونها، از کمر اینها انسان‌های برن که الله تعالی رو به یگانگی عبادت میکنن و به او شریک نمیارن. ببینید حالت پیامبر دیدید، اونها خریدار کردن پیامبر زدن، در مکه باشد از این بدتر کردن، لیکن پیامبر چی بودن؟ رحمت للعالمین، مهربانی برای عالم‌ها، رحمت الله تعالی برای عالم‌ها بودن. وقتی که فرشته کوه طلب کرد پیامبر گفتن که نه، من امید دارم که از نسل اینها انسانی برن که اسلام رو پیش میبرن. و در حقیقت هم خیر شد. در حقیقت بسیاری از اهل مکه که بعد از اون ایمان آوردن، یعنی که فرزنداشون در فتوحات بسیاری اشتراک کردن و بسیار جاها رو فتح کردن و ایستادگی. تا در وقتی که بعد از مرگ پیامبر همه قبیله ها از دین گشتند، 3 جا از دین نگشت، مدینه و مکه و طائف. گرچه که طائف و مکه نو ایمان آورده بودن، لیکن در ایمان خود خیلی ایستادگی نشان دادن. این بود قصه پیامبر علیه السلام در طائف، مشکلاتی که در اونجا روبرو شدن و در این راه در بازگشتشون پیامبر علیه السلام با جنها نیز واخوردن، با آنها تعلیم دادن، با آنها آیات‌های قرآن را آموزاندن و آنها به قوم خود همچون دعوتچی بازگشتن. به همین قدر اکتفا میکنیم دوستان عزیز. در حلقه آینده درباره اسراء و معراج صحبت خواهیم کرد، زیرا که بعد از این واقعه و بعد از این مشکلاتی که باره پیامبر پی آمد، مرگ عمک، مرگ زنشان خدیجه و مشکلی که در طائف دیدن، شکنجه‌ای که از مکه می‌دیدن، اهل مکه می‌دیدن، الله تعالی برای دلخوش کردن پیامبر برای پیامبر یک سفر تشکیل کرد و این سفر اسراء و معراج بود. ان شاءالله در حلقه آینده در اطرافش مختصرا صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که از این حلقه فایده گرفته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.